برای شروع میخوام یه توضیح کلی در مورد مبحث فعل در زبان فرانسه ارائه بدم. به فعل در زبان فرانسه میگیم ورب و این لوربی که من برای تیتر نوشتم یعنی افعال. حالا این کلیت چیه که میخوام بهتون توضیح بدم؟ ببینید، اول کار شما باید بدونید که افعال در زبان فرانسه صرف دارن. یعنی مثل زبان انگلیسی نیست که فقط یه مدل بخوایم ازش استفاده کنیم. دقیقا مثل زبان عربی که صرفش میکردیم، مثلا میگفتیم ذهب، ذهبا، ذهبو، در زبان فرانسه هم دقیقا همون مدلیه. تو 6 تا صیغه ما باید فعلمون رو صرف کنیم. نکته بعدی هم اینه که ما 3 گروه فعل در زبان فرانسه داریم: گروه اول، گروه دوم، گروه سوم. و دلیل این جدا کردن افعال در 3 گروه اینه که ویژگی‌های متفاوتی دارن و من بهتون توضیح میدم که این تفاوت‌ها چیه. ببینید، گروه اول صرفش با قاعده است. یعنی ما یه قاعده مشخصی داریم، بهتون یاد میدیم و شما این قاعده رو یاد بگیرید میتونید همه افعال گروه اول رو صرف کنید. این اقی که این پایین نوشتن یعنی افعال گروه اول به پسوند اق ختم میشن. گروه بعدی گروه دومه و این گروه هم دوباره قاعده داره برای صرف افعالش، منتها قاعدش با قاعده گروه اول متفاوته. یعنی جفتشون قاعده دارن ولی قاعدهشون یکی نیست. افعال گروه دوم هم به پسوند ای ختم میشن و گروه آخر از افعالمون که گروه سومه صرفشون بی قاعده است. یعنی یه قاعده مشخص و جامعی ندارن برای صرف. پس ما باید افعال گروه سوم رو حفظ کنیم، صرفش رو. البته چیز خیلی سختی نیست، به مرور که شما به کار ببرید افعال رو یاد میگیرید که چجوری باید استفاده کنید. منتها یه قاعده مشخص وجود نداره برای صرفش. افعال گروه سوم هم میتونن به پسوند ای اق، او ای اق و اق ختم بشن. این ستاره هایی که اینجا زدم در مورد اهمیت و کاربرد این گروه فعل هاست. ببینید، برای گروه اول و گروه سوم 2 تا ستاره زدم، برای گروه دوم 1 ستاره زدم. یعنی اکثر فعل های کاربردی در زبان فرانسه جزء گروه اول و گروه سومن. این به این معنی نیست که گروه دوم مهم نباشه یا اولویت نداشته باشه. نه، خیلی مهمه، باید یاد بگیریم. منتها شما متنا رو بخونید، فیلم‌ها رو ببینید، دقیقا متوجه میشید که اکثر فعلایی که باش برخورد میکنید یا تو صحبت‌های روزمره‌تون بخواید استفاده کنید جزء گروه اول و سومن. گروه دوم هم تعداد افعالش کمه و هم اکثر فعلهاش خیلی پر استفاده و کاربردی نیست. حالا جدول بعدیمون رو نگاه میکنیم. من اینجا ضمایر فاعلی رو براتون آوردم. برای صرف فعل ما باید ضمایر فاعلی رو هم بلد باشیم. ضمایر فاعلی میشه ژ یعنی من، تو یعنی تو، ایل یعنی اون، ال هم یعنی اون، نو یعنی ما، وو یعنی شما، ایل یعنی آنها، ال هم یعنی آنها. حالا چرا من برای سوم شخص 2 تا ضمیر آوردم؟ اینجا دقیقا مثل هی و شی انگلیسی فمینن و مسکولن رو جدا کردم. یعنی ایل اوی مذکره، ال اوی مؤنثه. اینجا جدا شده جنسیت ها. اما در ژ و تو، نو و وو جدا نشده. چه دختر باشه چه پسر باشه، جنسیتمون چه مؤنث باشه چه مذکر باشه، ما از ژ، تو، نو یا وو استفاده میکنیم. دوباره برای آنها هم جدا سازی کردیم، ایل جمع و ال جمع. حالا یه بار دیگه من بدون مکس اینو تلفظ میکنم، شما بعد من ویدیو رو پاس کنید و تمرین کنید که ببینید تلفظتون درسته یا نه. ژ، تو، ایل، ال، نو، وو، ایل، ال. خب اینجا میخوایم افعال گروه اول رو کامل تر یاد بگیریم. Le verbe du premier groupe یعنی افعال گروه اول. تمامی افعالی که به ا ختم میشوند به جز فعل اله، یعنی همه فعلایی که مصدرشون به ا ختم میشه جز افعال گروه اولن و ما قاعده‌شو اینجا یاد بگیریم همشون رو میتونیم صرف کنیم. تنها استثناش فعل اله هستش که اینم تو ذهنمون نگه می‌داریم که جزء گروه اول نیست و همچنین چون فعل مهمیه و معنیش رفتنه
ما اینو کامل حفظ میکنیم و باش آشناییم و هیچ مشکلی پیش نمیاد که مثلا اینو با افعال گروه اول قاطی کنیم. خب حالا چجوری صرف کنیم افعال گروه اول رو؟ من اینجا پغله رو برای شما مثال زدم، میخوام تو مثال یادتون بدم. پغله یعنی صحبت کردن، حرف زدن. به پسوند ا ختم شده، پس گروه اوله. چجوری صرفش کنم؟ ببینید این پسوند ا رو برمیدارم، یه ریشه به دست میاد، ریشه پغل. بعد میام این پغل رو تو 6 تا صیغه قرار میدم و شناسه های افعال گروه اول رو بهش اضافه میکنم. شناسه های افعال گروه اول اس او ان اس زد و انت هستش و اینجوری میشه صرفش. je parle، من حرف میزنم. tu parles، تو حرف میزنی. il parle، elle parle، او حرف میزند. nous parlons، ما حرف میزنیم. vous parlez، شما حرف میزنید. il parle، elle parle، آنها حرف میزنند. به یه موضوعی که باید دقت کنید اینه که این 4 تا صیغمون فعلشون دقیقا مثل همدیگه تلفظ میشه. ببینید je parle، tu parles، il parle، elle parle، il parle، elle parle. یعنی فعلاشون مثل هم تلفظ میشه. تو نوشتار باید رعایت کنم، ما باید این پسوندها رو، این شناسه های افعال گروه اول رو درست باید جاگذاری کنم. منتها تو تلفظ مثل همدیگه خونده میشن. حتی این انت که بهش نمیاد تلفظ نشه از آخر فعل خونده نمیشه. منتها این دوتا متفاوتن. نو پغلون و پغله. خب تا اینجا توضیحاتشو دادم. الان یه بار دیگه بدون مکس من اینا رو تلفظ میکنم، میخونم. بعد من دوباره ویدیو رو پاس کنید و خودتون تلفظ کنید ببینید چقدر یاد گرفتید. Je parle، tu parles، il parle، elle parle، nous parlons، vous parlez، il parle، elle parle. اینجا به یه نکته برخورد میکنیم که حتما باید اینم یاد بگیریم. یه سری از فعلامون مثل فعل امه حرف اولشو صدا داره. حالا ممکنه اشموه هم باشه حرف اولش. کلا هر چیزی من در مورد صدادارها میگم در مورد اشموه هم صادقه. اگه فعلا با حرف صدادار یا اشموه شروع بشه من یه کاری باید انجام بدم. وقتی صرف میکنم تو صیغه اول باید ژم رو به ژم تبدیل کنم، یعنی این ا رو حذف کنم از ژ و ژی و اپستروف رو قرار بدم کنار فعل. این کار رو فقط زمانی انجام میدم که فعلم حرف اولش صدادار باشه یا اشموه. پس همون کارهایی که برای پغل انجام دادم انجام میشه، فقط استثناش تو همین قسمته. ببینید امه هم دوباره اقش رو برمیدارم، ریشه به دست میاد. گفتم که چون صدادار ژ به ژی اپستروف تبدیل میشه و شناسه افعال گروه اول رو قرار میدم، میشه ژم، یعنی من دوست دارم. تو ام، تو دوست داری. il aime، elle aime، او دوست دارد. nous aimons، ما دوست داریم. vous aimez، شما دوست دارید. ils aiment، elles aiment، آنها دوست دارند. یه کاری هم که اینجا من انجام دادم احتمالاً توجهتون رو جلب کرده باشه اینه که نگفتم نو امون، گفتم نوز امون. این به خاطر اینه که وقتی حرف اول فعلم صدا داره و من فعل و فاعل رو پشت سر هم میخونم، به خاطر این پشت سر هم خوندن اسم میچسبه به حرف صدادار و ز خونده میشه. ببینید پشت سر هم میشه نوزمون، ووزمه، ایلزم، الزم. این مبحث لیزونه که فقط تو تلفظ کاربرد داره. خب میرسیم به افعال گروه دوم. Le verbe du deuxième groupe. تعدادی از افعالی که به ای ختم می شوند. حالا چرا تعدادی از افعالی که گفتم؟ چون یه سری افعال گروه سوم هم داریم که به پسوند ای ختم بشن. منتها هر فعلی بگیم گروه دوم حتما باید به ای ختم بشه. من اینجا فعل فینیق رو مثال زدم. فینیق یعنی تموم کردن، پایان دادن. خب این پسونده رو باز حذف میکنم، ای رو به ریشه میرسم. je finis. حالا شناسه های افعال گروه دوم هم اینجوریه. میبینید شناسه مشخص داره، منتها شناسه هاش با افعال گروه اول متفاوته. اینجوری میخونم je finis، tu finis، il finit، elle finit، nous finissons، vous finissez، ils finissent، elles finissent.
تو افعال گروه دوم هم این سه تا فعلمون تو صیغه اول دوم سوم شبیه هم تلفظ میشن. حالا اول دوم که از نظر نوشتار هم مثل همدیگه هستن، منتها سومی به جای است داره، منتها تو تلفظ هیچ تفاوتی نمیکنه. ژ فینی، تو فینی، ایل فینی، ال فینی. این سه تا هم که متفاوتن. نو فینیسون، وو فینیسه، ایل فینیس، ال فینیس. افعال گروه سوم. Le verbe du troisième groupe. تعدادی از افعالی که به ER و افعالی که به OR و RE ختم می شوند. دوباره این که مشخصه چرا، چون افعال گروه دوم هم پسوندشون ER، ولی هر فعلی که به OR و RE ختم بشه حتما گروه سومه. گفتیم گروه سوم قاعده نداره، پس ما فعلهای مهم ما این اول کار باید حفظ کنیم صرفش رو، و سایر فعلها رو حالا تو متن جایی دیدیم از بشغل باید صرفش رو چک کنیم و تو ذهنمون نگه داریم. اولین فعلی که من اینجا مثال زدم برای افعال گروه سوم فعل ونیره، یعنی آمدن. Je viens، من میام. Tu viens، تو میای. Il vient، elle vient، اون میاد. Nous venons، ما میایم. Vous venez، شما میاید. Ils viennent، elles viennent، اونها میان. دوتا فعل بعدی که من براتون اینجا آوردم فعل اتر و اواقع. این دوتا مهمترین افعال زبان فرانسه هستن. ما باید قبل از هر کاری همین اوایل یادگیریمون به این دوتا فعل مسلط باشیم، چون همه جا میخوایم ازش استفاده کنیم. چون جزء افعال گروه سوم هستن قاعده نداره صرفشون، منتها ما مجبوریم که اینا رو حفظ کنیم. چیز سختی هم نیست، با تمرین راحت تو ذهنتون میمونه. فعل اتر معنیش میشه بودن، avoir میشه داشتن. حالا دقت کنید که چجوری تلفظ میکنیم صرفش رو. Je suis، من هستم. Tu es، تو هستی. Il est، elle est، او هست. Nous sommes، ما هستیم. Vous êtes، شما هستید. Ils sont، elles sont، آنها هستند. پس یه بار من بدون مکس اینا رو صرف میکنم، ببینید چجوری دارم تلفظ میکنم. Je suis، tu es، il est، elle est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. فعل بعدیمون هست فعل avoir، یعنی داشتن. ژ، من دارم. حالا این ژی اپستروف دلیلش همون صدادار بودن حرف اول فعلمه که تبدیل شده به ژ. ژ یعنی من دارم. تو، تو داری. ایله، اله، او دارد. نوزون، ما داریم. وزوه، شما دارید. ایلزون، الزون، آنها دارند. چون این دوتا فعل مهمترین افعال زبان فرانسه هستن، دقیقاً دو صفحه اول بشغلمون این دوتا فعل رو آورده و کامل صرفش رو نوشته. پس اگه خواستین تو بشغلم چک کنید پیدا کنید، دقیقاً صفحه اول این دوتا فعل اومده، میتونید نگاه کنید. افعال پایه، le verbe de base، یعنی پایه‌ای ترین مهمترین فعل ها اینا هستن. البته بعد از فعل اتر و avoir، ولی اینا مهمن و لازمه که یاد بگیریم. من یه بار مصدر فعل ها رو براتون میخونم و بعد صرفش رو با هم یاد میگیریم. اتر، avoir که شد بودن، داشتن. venir شد آمدن. aller رفتن. habiter ساکن بودن. apprendre یاد گرفتن. connaître شناختن. pouvoir توانستن. vouloir خواستن. faire انجام دادن. savoir دانستن. شما یه کاری که برای تمرین اینجا میتونید انجام بدید اینه که همینجا نگاه کنید ببینید تشخیص میدید که کدوم فعل جزء کدوم گروهه. حالا ممکنه تو فعل هایی که ای اق دارن لازم باشه که بشغل رو چک کنید و از اونجا نگاه کنید که جزء کدوم گروهه، ولی همینجوری هم برای تمرین اون نشانه های افعال خوبه که اینجا خودتون رو بسنجید. خب حالا میریم صرف کنیم فعل هامون رو. اله شد رفتن، جزء گروه سومه. گفتیم تنها استثنائیه که او اق داره ولی جزء گروه سومه. حالا صرفش چجوریه؟ je vais من میرم. tu vas تو میری. il va elle va اون میره. nous allons ما میریم. vous allez شما میرید. ils vont elles vont
اونها میرن. این فعل تمرین زیادی میخواد. دلیلش هم اینه که میبینید فعلهای صیغه اول، دوم، سوم و ششم هیچ شباهتی به مصدر ندارن. حالا سایر افعال اینجوری نیستن، همیشه شبیه مصدرن. منتها اینجا کلا متفاوته. میبینید مصدرمون اله هستش ولی تو صرف شده و. پس اینو حتما زیاد تمرین کنید که تو ذهنتون بمونه. فعل بعدیمون هست ابیته، ساکن بودن. ژبیت، من ساکنم. تو ابیت، تو ساکنی. ایل ابیت، ال ابیت، او ساکنه. نو زبیتون، ما ساکنیم. و زبیته، شما ساکنید. ایل زبیت، ال زبیت، اونها ساکنن. حرف اول فعل ابیته هم اش موه هست، مثل حروف صدادار باش برخورد میکنیم. فعل کنتر یعنی شناختن. ژ کنه، من میشناسم. تو کنه، تو میشناسی. ایل کنه، ال کنه، اون میشناسه. نو کنسون، ما میشناسیم. وو کنسه، شما میشناسید. ایل کنس، ال کنس، اونها میشناسن. فقط دقت کنید که تو نوشتار تو صیغه سوم ما به جای ای باید از ای و اکسان سیرکمفلکس استفاده کنیم. توی نوشتار لازمه که این چیزها رو رعایت کنیم. فعل اپخاندر، اپخاندر یعنی یاد گرفتن. ژاپخاند، من یاد میگیرم. تو اپخاند، تو یاد میگیری. ایل اپخاند، ال اپخاند، اون یاد میگیره. نو زبخونون، ما یاد میگیریم. وو زبخونه، شما یاد میگیرید. ایل زبخن، ال زبخن، اونها یاد میگیرن. دوتا فعل بعدی که چون از نظر صرف خیلی شبیه هم دیگن توی اسلاید آوردم که یادگیریش براتون آسون تر باشه. وولواق یعنی خواستن، پوواق یعنی توانستن. je veux، من میخوام. tu veux، تو میخوای. il veut، elle veut، اون میخواد. nous voulons، ما میخوایم. vous voulez، شما میخواید. ils veulent، elles veulent، اونها میخوان. pouvoir شد توانستن. je peux، من میتونم. tu peux، تو میتونی. il peut، elle peut، اون میتونه. nous pouvons، ما میتونیم. vous pouvez، شما میتونید. ils peuvent، elles peuvent، اونها میتونن. فعل faire، faire جزو اون فعلاییه که خیلی خیلی پرکاربرده تو زبان فرانسه. تو خیلی از جملات ازش استفاده میکنن. یه چیزی مثلا take و get انگلیسیه که ما تو خیلی از جملات با معنی‌های متفاوت میبینیمش، ولی معنی اصلی خودش میشه انجام دادن. حالا تلفظش چجوریه؟ je fais، من انجام میدم. tu fais، تو انجام میدی. il fait، elle fait، اون انجام میده. nous faisons، ما انجام میدیم. vous faites، شما انجام میدید. ils font، elles font، اونها انجام میدن. savoir یعنی دانستن. je sais، من میدونم. tu sais، تو میدونی. il sait، elle sait، اون میدونه. nous savons، ما میدونیم. vous savez، شما میدونید. ils savent، elles savent، اونها میدونن. توی این فعلایی که توی این قسمت با هم دیگه صرفش رو یاد گرفتیم همش جزء افعال گروه سوم بود. فقط یه دونه فعل ابیته جزء افعال گروه اول بود. پس خیلی دقت کنید که چون بی قاعده صرفاشون رو دقیق یاد بگیرید. حالا شما خودتون میتونید یه سری قاعده های جزئی تعیین کنید که یادگیری رو براتون آسون تر کنه. مثلا نگاه کنید اس ت اینجوریه آخر فعلا. اینجا هم ببینید اس ت. مثلا این قضیه خیلی تکرار میشه تو افعال گروه سوم. میتونید تو ذهنتون نگه دارید که بهتر بتونید حفظش کنید. میرسیم به منفی کردن افعال، لنگاسیون. منفی کردن فعلا چجوریه؟ فرمولش رو من اینجا براتون نوشتم. قبل فعل نه رو میذاریم، بعدش یه دونه پ میذاریم، میشه منفی. مثلا پغله که میشد حرف زدن، نه پغله پ میشه حرف نزدن. حالا تو صرف اینو چجوری جا بدم؟ ما خوندیم دیگه ژ پغل میشد حرف زدن. من اینجا باید فعل رو پیدا کنم. فعلم پغله دیگه. این نه پ رو این ور اون ور رو فعل قرار بدم تا منفی بشه. ژ نه پغل پ یعنی من حرف نمیزنم. تو نه پغل پ، تو حرف نمیزنی. ایل نه پغل پ، ال نه پغل پ، اون حرف نمیزنه. نو نه پغلم پ، ما حرف نمیزنیم. vous ne parlez pas، شما حرف نمیزنید. il ne parle pas، elle ne parle pas، اونها حرف نمیزنن.
اینجا هم باز نکته داریم. نکته‌مونم اینه که اگه حرف اول فعلم صدادار یا اشمویه باشه، من نه رو باید به ان اپاستروف تبدیل کنم. یعنی اگه بخوام فعل امه رو منفیش کنم باید بگم نمه په، یعنی دوست نداشتن. حالا تو صرف چجوری میشه؟ je n'aime pas، من دوست ندارم. tu n'aimes pas، تو دوست نداری. il n'aime pas، elle n'aime pas، اون دوست نداره. nous n'aimons pas، ما دوست نداریم. vous n'aimez pas، شما دوست ندارید. il n'aime pas، elle n'aime pas، آنها دوست ندارند. ما برای منفی کردن اشکال دیگه ای هم داریم که اینجا میخوام توضیح بدم. اشکال دیگر منفی کردن یعنی چی؟ ببینید گفتیم نه په منفی ساز دیگه این ور اون ور فعل. من اگه په رو بردارم جاش پلو بذارم، یعنی قبل فعل نه بذارم بعد فعل پلو بذارم، یه معنی دیگه هم به فعل اضافه میشه. یعنی ببینید je ne parle plus میشه من دیگه حرف نمیزنم. اگه je ne parle pas بود میشد من حرف نمیزنم. je ne parle plus یعنی من دیگه حرف نمیزنم. یه کلمه دیگه به این معنی اضافه میشه. اگه جای په قیم بشینه یه کلمه هیچی به معنی اضافه میشه. مثلا je ne rien. اگه میشد je n'ai pas یعنی من ندارم. je n'ai rien یعنی من هیچی ندارم. ببینید عوض نمیشه معنی ها، اضافه میشه به معنیمون. اگر در جمله منفیمون جای په ژمه قرار بگیره یه معنی هرگز به جمله اضافه میشه. je ne vais pas میشه من نمیرم. je ne vais jamais میشه من هرگز نمیرم. اگه جای په پرسون قرار بگیره یه معنی هیچ کس به جملمون اضافه میشه. je n'aime pas میشه من دوست ندارم. je n'aime personne میشه من هیچ کس رو دوست ندارم. این کلمه par exemple هم که اینجا نوشتم معادل for example انگلیسیه. معنیش میشه برای مثال. گفتم اگه اینم براتون سواله معنیشو اینجا بدونید چیه.